9 دکابر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه ریگر شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات در ادامه تشبس‌های راهنمونساز رهبر دولت در سمت بهسازی فضای تعلیم و تربیه و رشد ساحه علم و معارف با سهم ساکنان و صاحبکاران سخاوت‌پیشه و وطندوست ساخته شده است. اطلاع داده شد که ساختمان انشاءات مذکور سال 2021 آغاز گردیده بود. امروز شادی خرسندی اهل دهه، خوانندگان، ما آموزگاران، پدر و مادران حد و کنار ندارد. خیلی که دیده استودید ما یک بنای محتشم صاحب شدیم. این آرزوی چند ساله ما بود. بنای سال 1946 ساخته شده بوده، بسیار فرسوده و کهنه بوده. برای خواندن، تعلیم گرفتن خوانندگان یگان شرایط نداشت. ما یک تعلیمگاه صاحب شدیم که همه شرایط مهیا، همه تجهیزات ها زمانوی، صنوق های وسیع بر هوا، آباد، زیبا. برای این من از نام آموزگاران مؤسسه رقم 23، خوانندگان، پدر و مادران، اولا غمخواری پدرانه محترم جناب عالی پیشوای ملت، حکومت جمهوری تاجیکستان، شخصان سخاوتمند منتداری خود را بیان می نمایم. افتتاح بنای نو مؤسسه تعلیمی برای ما یک رویداد خیلی مهم می باشد. بنای مذکور در پرتو غمخواری های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد. این اقدام پیش از همه برای بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن محیط معاصر برای خوانندگان روانه شده است. از این خاطر منتداری خود را به پیشوای محبوب تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان می رسانم که چنین مؤسسه زیبا را برای ما افتتاح نمودند. مؤسسه نو ساحه معارف امکان در بهترین شرایط به تحصیل فرا گرفتن نسل آینده ملت را دارد. 20 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خوانش برای 1056 خواننده در 2 بخش پیش بینی شده است. منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسانم که بهر ما خوانندگان چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را تحفه نمودند و این چنین بهر ما جوانان آزمون‌های گوناگون را تشکیل نموده ذوق و رجوع ما را به کتاب و کتابخوانی زیاد می‌کنند. باعث افتخار است که امسال در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه یکم ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. جواباً به غمخواری های پدرانه و سخنان مهربانانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده به وطن و مقدسات او صادق خواهیم ماند. کابینت های فنی خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تعلیم مهنت، آمادگی ابتدایی حربی و تکنولوژی اطلاعاتی مطابق به طلبات ساخته شده به تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه خواهند گذاشت. ما خوشبخت‌ترین نسل زمان استقلال هستیم که در چنین مؤسسه‌های نو زمانوی تحصیل می‌نماییم. افتتاح این مؤسسه نو زمانوی از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برایمان تحفه ارزشمند میباشد. از نام کل خوانندگان این مؤسسه تعلیمی سپاس و منتداری خویش را به رهبر غمخوار و مهربانمان بیان مینماییم. میدانچه ورزشی از برتری‌های دیگر مؤسسه است که برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته شده به ترغیب تشکل طرز حیات سالم و جسماً آب و تاب یافتن خوانندگان مساعدت خواهد کرد. آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان که در مؤسسه ساخته شده است به بهبودی صفت تحصیل و کار و فعالیت آموزگاران زمینه می‌گذارد.
ما آموزگاران جوانی دوران صاحب استقلال شهر درسونزاده شکرگزار از آن میکنیم که در چنین دولتی آرام و آسوده زندگانی مینماییم. سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان مینماییم که برای ما چنین انشاءات‌های نوی ساحه معارف را به استفاده می‌دهند و ما کوشش می‌نماییم که نسل نورس را با آموزش زبان‌های خارجی، تکنولوژی‌های نو و دانش‌های معاصر آموزانیده که آنها در آینده متخصصان بلند اختصاصی ساحه خود گردیده به کشور عزیزمان خدمت ارزنده نمایند. ضمن شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نوی تعلیمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عمل شایسته عنوان نمودند. از این خاطر به ساکنان و صاحبکاران سخاوتپیشه و وطندوست برای این تشبث والا عرض سپاس کرده آموزگاران را به تعلیم و تربیت خوب نسل آینده هدایت نمودند.